فکر می‌کنی مشتری‌های محصولت فقط داخل ایرانن؟ شاید بازار اصلی تو همین چند کشور اون طرفتر منتظرت باشه. بازار کشورهای عربی میلیون‌ها مشتری آنلاین با قدرت خرید بالا داره. بازاری که میتونه برای محصولات ایرانی فرصت فروش و سود بیشتری ایجاد کنه. اول بازار رو بررسی کن. محصولاتی رو انتخاب کن که تقاضای خوبی دارن، سبک و قابل ارسالن و بعد از محاسبه هزینه‌ها حاشیه سود مناسبی برات باقی میذارن. برای شروع ساده‌تر میتونی از پلتفرم‌های آگهی محور مثل سوق المفتوح و دوبیزل استفاده کنی. اما برای فروش حرفه‌ای‌تر، نون و آمازون امارات گزینه‌های جدی‌تری هستند. عکس‌های واقعی و با کیفیت، عنوان جذاب، توضیحات شفاف به زبان عربی و قیمت‌گذاری درست چیزهایی هستند که آگهی تو رو از رقبا متمایز می‌کنند. مشتری عرب قبل از خرید دنبال اعتماده. پروفایلت رو کامل کن. سریع و محترمانه جواب بده و قیمت، هزینه ارسال و زمان تحویل رو کاملاً شفاف اعلام کن. قبل از ارسال روش دریافت وجه رو مشخص کن. از شرکت حمل و نقل معتبر استفاده کن و حتماً کد رهگیری رو برای مشتری بفرست. قوانین گمرکی و استانداردهای کشور مقصد رو هم نادیده نگیر. فروش در بازار عربی فقط با ثبت یک آگهی شروع نمیشه. تحقیق، اعتمادسازی و انتقال امن پول 3 بخش اصلی این مسیره. برای دریافت و انتقال ارز هم میتونی از خدمات ایزیدکس استفاده کنی.